تو صبح پا میشی هنوز دندونات بوی خواب میده، بعد یهویی میری تو اینستاگرام میبینی یه دختری تو مالدیو پاشو کرده تو آب، پوستش عین پنکیکه، نوشته زندگی یعنی لذت بردن از لحظه ها. یا طرف رو میبینی نشسته رو تخت، مکبوک جلوشه، ماگ قهوه تو دستش، کپشن زده work hard in silence. بعد تو با موهای وزوزی توی اتاق 3x4 به خودت شک میکنی، میگی مگه من مشکلی دارم؟ نه عزیز دلم، اون چیزی که تو میبینی فقط یه صحنه ای از یه روز خاصه. آدما بهترین لحظاتشون رو پست میکنن. طبق تحقیقات روانشناسی وقتی که تو مداوم خودت رو با دیگران مقایسه میکنی، علل خصوص تو فضای مجازی، باعث افزایش افسردگی و کاهش عزت نفس میشه. پس یادت نره از این به بعد وقتی عکس یک نفر رو دیدی که زندگی شبیه فیلم هاست، بدون این فقط یه صحنه است، نه کل داستان. آگاهی رمز موفقیت.